پرسم میخواهید که نیم کاسه همین خوراک بخورید و چند نمود خوراک ملی در همه جشن‌هایی که میگذره، جشن‌های تنتنوی در ناحیه رشت چند نمود خوراک میکنن و کدام نمود خوراک مخصوص و همه رشت زمین میگیم مردم غرم تعلق دارد. در مردم رشتون زمین خوراک‌های ملی اوتالا، اوشی بریده، اوشی تپا، نشوسته، شیر برنج، کدو، کشک، همین خیلی اوقات‌های قدیمه وجود دارد. بیشتر همین لذتی خوشتر همین اوتالا دارد که برای همه نمود سن سال مثال شخصیت‌های پیر باشند، شخصیت‌های جوان هم باشند، همین خوراک ملی اوتالا به حد خوش می‌آید و بهتر است. من همین خیلی فکر میکنم. تشکر زیاد، خودتون معرفی میکردیم، بسیار خوب میشه. من میرزای عزیز دیرکتور خانه فرهنگی جماعت دهات نودی کارکنی فرهنگ ناحیه رشت هستم و دائما در همین معرکه‌های نوروزی برآمد میکنم. با از این جمله سمنک هم داریم و سمنک یکی از رمزهای نوروزی میباشد که این ممکن که همین سمنک تاریخی بیش از 5000 ساله داشته باشد. سلامت باشین، خیلی مخلصانه هستیم. ما از کانال یوتیوب سامبای تیوی اکاترینبورگ، ما از شهر اکاترینبورگ آمدگیم. همین جشن را با پراگی میخوایم که نوار برداری کنیم. با همین خاطر ما شما را نوار برداری. خیلی سلامت باشید.